این ایدی بچه ها هست، مکتب این رو میخواهد، معلمه میخواهد، معلمه با ما قهر میشود، گویا که یک معلمه روس فرزند تاجیک رود و در ایدی ارچه اشتراک کنند محبتش به عائله روس زیاد شود. سبحان الله، از این که ما خیلی خیلی هم از دین خود، هم از شخصیت خود، هم از فرهنگ خود به خاطر راضی کردن یک چند کافران تنازل کردیم یا به پایان فرآمدیم، دیده ایستادیم که روز از روز دارد مردم تاجیک زیر پا می شود. به جای اینکه ما بفخریم که ما آلوده نمیشویم به عرق نوشی آنها، ما آلوده نمیشویم به مثل بود باور کردن به ارچه و ارزوهای سال نوی و بابای برفینی بافته شده یا نمیدونم چیزی دیگر، نه ما میگیم در نزد ارچه صورت گرفتن رو دوست میدارد، بگذار یک عکس بگیریم. فرزند من از بابای برفین هدیه گرفتن رو